بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی وقتا فکر کردم یک مقاله تحت عنوان نیم‌ها بنویسم و اون این که خیلی چیزها وجود ناقصش خطرش بیشتر از عدم محض. میگن غزالی راجع به علم این حرف زده و گفته به این که هر چیزی وجود ناقصش بس از عدم محض مگر علم که وجود ناقصش بدتر از عدم محض. و این ریشش هم معلومه دیگه. آدمی که اصلا هیچ عالم نیست چون میدونه عالم نیست لااقل تسلیم در مقابل عالم هست. مثل کسی که طبیب نیست میدونم طبیب نیست نیمچه طبیب هم نیست دیگه، لااقل در مقابل طبیب تسلیمه. اون وقت از وجود طبیب بهره این بره، ولی نیمچه طبیب چون خودش طبیب میدونه تسلیمی طبیب نیست. اون وقت از اون علم ناقصش میخواد استفاده بکنه، به جای سود زیان میبره. اون وقتی که از همینجا برید سراغ نیمچه مجتهدها و سراغ نیم روشن فکرها و سراغ این نیمهای دیگر، اینا که یه چیزکی میدونن و چیزها دیگه نمیدونن. قل الذی یدعی فی العلم فلسفة حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء، اینها اتفاقا خطرشون بیشتره. اینا اساسا به سر 4 تا کلمه 4 تا شعار بدون اینکه متعمق بشن و فکر بکنن درست دریابن عمق شده، 3-4 تا شعار ببینید اینا رو از جا حرکت میده.